سلام عزیزای دلم. امروزم اومدم با آموزش 3 ماهی سرخ شده که به روش‌های مختلفی میخوام مزه‌دارشون کنم. گفتم چه خوبه شما هم ببینید و از این روش‌ها استفاده کنید. اولی رو زردچوبه و نمک و ادویه ماهی زدیم. دومی رو زردچوبه، نمک و ادویه بندری زدیم. سومی که اسپایسی درستش کردم که واقعا تندش کردم، نمک و فلفل تند، پودر پیاز، پودر سیر و کمی پاپریکا زدم بهش و میذاریم تو روغن خیلی داغ سرخ بشه. من اونی که ادویه بندری استفاده کردم و کمی تو آرد زدمش چون آرد نداشت، ولی اون دوتا که ادویه ماهی زدم، ادویه ماهی خودش آرد داره. خب میریم سر وقت سرخ کردنشون. هر 3 تا رو سرخ میکنیم به مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه با شعله ملایم، نه شعله خیلی بلند. سرخ که شد گوجه هامونو میذاریم. حتما از برنج سبزیدار استفاده کنید، خیلی عطرش خوبه و خوشمزه میشه. من عدسم ریختم، امیدوارم که شما هم درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جانتون عزیزای دلم.